مدیون یعنی چی؟ مدیون یعنی بدهکار بودن. بدهکار کسی. بدهکار یعنی چی؟ بدهکار یعنی یکی یه کاری برات میکنه بعد تو باید جبران کنی. جبران یعنی چی؟ جبران یعنی که در قبال کاری که یکی میکنه تو هم باید یه کاری انجام بدی. یعنی چه کار؟ قبال یعنی چی؟ چی؟ قبال ما یعنی در برابر کسی که یه کاری میکنه تو هم باید در برادر چیه؟ گندم هیچی، یه غلطی کردم من مامان. نه بازی نی، ببین میتونه. نگاه همین میتونی این کارو بکنی؟ برم بلدیزدم. چی میتونه بکن؟ بکن گندم تو هم بکن. بکن رایا. بکن اینجوری کن اینجوری. بعد اینو اینجوری کن. میشه. بزن گندم بکن. گندم بکن. بلد نیست. تو بکن رایا. نمیشه. مامان چرا برای خودت اینجوری کردی؟ منم دقدقه میخواستم. تو هم دغدغه می‌خواستی؟ من مامانتم. کفش به پاشنه دار میپوشم، تو هم هرچی من میپوشم باید بپوشی؟ ها؟ آره. من باید برم تمرین والیبال. تو برو مامان، من آشپزی کنم. من برم؟ بعد من برم تو از اینجا نمیافتی پایین؟ نه دیگه بزرگ شدم دیگه. چند سالته که بزرگ شدی؟ 2 تومنه. 2 تومنی. صبح بخیر مامان. صبح بخیر. صبح بخیر. چرا بدون من رفتی همون؟ مگه من بهت اجازه دادم؟ مامان هموم رفتم. مگه هر دفعه من هموم میرم تو هم باید باشی؟ من باید اجازه بدم. چی؟ من باید اجازه بدم. برو پیکارت بابا. عزیزم بله. بعد لباساتو در بیاری. بعد موهاتو شونه کن ببند. چرا مامان؟ آخه خوشگل بشه. خوشگل بشم که چی بشه؟ بگی مامان خوشگل شدم بریم درد. الان تو مامانی یا نینی؟ نه مامانم. تو مامانی. من کی هستم؟ نینی. من نینیم. ننه جان قربون برم من. دوستش داری؟ نه الان این چه تیپیه شما زدی؟ پیشامه پیشامه باشه. چیه؟ پیشامه. چی پوشیدی؟ پیشامه. پیشامه. چی کار میکنی؟ فرشامو بشورم. پیشیامو فرش اتاق تو برای چی مامان جمع کردی فرش اتاق تو؟ که ببرم بشورم. برای چی بشوری مامان؟ چون که چیز شده کثیف شده. چجوری تونستی فرش به این سنگینی رو جمع کنی بیاری؟ چرا کثیف شده گندم؟ چی کار داری میکنی مامان؟ الکی روش آب ریختم یعنی کثیف شده. میخوام ببرمش
لباسشویی. ماما این که تو لباسشویی جا نمیشه دورت بگردم. ای خدا چجوری اینو برداشتی از اتاق؟ دلم بخواد تا شب بوش کنم. بوی مامانم رو دوست دارم. ای مامانت فدات بیشیلوی. بو چی میده؟ بوی عطر. چرا اینقدر بو خوب میده رو سریت؟ بوی تو رو میده شاید. خودم رو بکنم. پیشی نظری تو چیه؟ نه بوی منو نمیده. نظری تو چیه پیشی؟ بذار بینم بذار نظرش. در خوش تو اینه. چرا نمیخوای بازار من؟ میخورم ماما. الان بخور. خودت میخوری؟ میل داری خودت بخوری یه نه یه ذره؟ دون از تخمه رو بخور. این چیه این؟ این غذات اینم چایت. مرسی. میشه خودت بخوری اول؟ نه تو. برای تو درست کردم. من میل ندارم. برای خودم بعدم درست میکنم.